آقای دکتر نظرتون در مورد رقص چیه؟ در سال 2015 دانشکده پزشکی هاروارد یه مقاله‌ای نوشت تحت عنوان Dancing and the Brain و نشون داد که رقص باعث میشه که استرس کاهش پیدا کنه، سروتونین ترشح بشه که احساس خوب ایجاد بکنه و ارتباطات عصبی جدید تشکیل بشه. این خیلی مهمه که ارتباطات عصبی جدیدی ایجاد میشه. بعداً دانشکده پزشکی هاروارد توصیه میکنه که افراد رقص رو به عنوان سبک زندگی سالم انتخاب بکنن. الزاماً باید این رقص براشون لذت بخش باشه و هر روز انجام بشه. این رقص نقش درمانی هم داره. غیر از اینکه باعث سلامت مغز میشه، تو بیماری‌های مثل پارکینسون در کنار ورزشی مثل تایچی تعادل و جلوگیری از افتادن رو هم باعث میشه. بنابراین طبق توصیه دانشگاه هاروارد هر روز صبح 10 دقیقه حداقل با روحیه شاد میرقص. نمیگم سنگ دله میدونم